الو. کجایی؟ تویی؟ دلیل نمیدونم بخوام به جواب پس بدم. میگم کجایی؟ تو خیابونم. به تو چی میگه؟ کی بود؟ صدای کی بود اون؟ صدای دوستمه. تو دیوونه شدی؟ تو خیابونم. بده گوشیو بهش. میگم بده گوشیو بهش. نمیدم. تو چی کار داری؟ برای چه زنگ زدی؟ کی به تو گفت زنگ بزن؟ نرو رو مخ من. میگم گوشیو بده بهش. اعصاب جفتمون میریزی به هم. بس دیگه. تموم شد. به گند کشیدی زندگی. الو. بگو چیکار داری؟ تو کی پسر خوب؟ چیکار داری؟ کی من اسم تو بگو. نباید زنگ بزنی. من چیکار دارم؟ من زنگ عشقم کشید زنگ بزنم. عشقم زنگ زدم. میشه ها. نباید به این خط زنگ بزنی. خودتو معرفی کن بابا. تو کی؟ چیکار داری؟ من کیم آخه؟ لاتیشو ولوم نده پسر خوب. میگم کی؟ با آدرس بده من میام. تو بگو من بیام. ببین پسر خوب فکر نکن ترسیدم ازش بپرس بهت میگه من کیم یه کمی با ادب باش آخه خاک پاتم صداتو بیار پایین پشت گوشی همه لاتم نونی که دستاشو گرفتی الان پیششی داری تعصبشو پیش کی میکشی پسر خوب طرف صحبتم خودتی ببین تو گوش کن بعدش هرچی تو میگی ببینم تو هم مثل من میکنی هر کاری واسه اون از عمرت میکنی تا که بکاری پای اون هرچی بخواد یک دو سه براشو کی میکنی داداشیاتو چی به خاطرش ول میکنی سر نیاز اون زدی تو هر خلافی یا که نخوای اشتباهاتشو کنی تلافی بلدی زندگی تو به بازی با لبخندش هواشو داشته باشی حتی وقتی قهر کردش ببینم تو اصلا داری وجودشو که کاری کنه با تو بدی تو اونشو اگه نباشی بچسبن یه جا بهش شبشو خیابونو میبندی به خاطرش بلدی مثل من بسوزی تو آتیشش بشی خونه باده عشق رفیق فابریکش ها همه جوره هستی پای کاراش تناش میذاری یا که نمیری هر جا باهاش خودش میدونه که یه روانی این بر خطه ببین میکشمت اگه بخوای بزنی دست به شلوزم با اشارش میریزم کل شهر رو به هم تو گنده تر از تو آشم نمیخورن به من نه نمیدونم چه روزایی با تو داشته ولی خاطراتشو پیش من جا گذاشته اون خوب میدونه خودش که من چی میگم خدا نکنه که شما رو پیش هم ببینم خیابونم. دیوونه شدی؟ که کاری کنه با تو بدی تو اونشو کی به تو گفت زنگ بزنی؟ اگه نباشی بچسبن یه جا بهش هرچی بخواد یک دو سه براشو داری میری رو مخ من اعصاب جفتمونو میریزی به هم میدونی بعضی وقتا یه چیزی به اسم غرور مانع خیلی از کارا میشه نمیدونم به کی کجا بد کردم که این تاوانشه شبای سختی بود خوبون رفته بود دیگه تموم شدش بینمون هرچی بود ولی دمش گرم هر کی ازش پرسید میگفت سر مسائل شخصی بود بحث این عرفانی خودش خواسته پیشت مونده بحث این عرفانی خودش خواسته پیشت مونده خودش میدونه که خوشحالیش آرزومه من به درک افتادم از چشاش حداقل تو مثل یه مرد هواشو داشته باش اون یه دنده است نخوان اذیتش کنی با من طرفی اگه اذیتش کنی شبای دلتنگیش نذار خراب بشه حالش با اینکه میدونم میرسه عقب دارش شاید چند سال باید ببینه و ندونم شده چند سالش اما حسن تو هم میای بریم مرسی